سلام عشقای داداش، زیرو وایتی هستم، یکی از یوتیوبرهای تازه کار. این ویدیو رو خدایی وایرال کنه، به دست مردم بذار برسه. بعد از این ویدیو فردا ساعت 6 ویدیو آپلود میکنم که 6 تا از خبرهای مهم رو براتون آپلود میکنم. مال سیزن 3 لول ها تا 400 میره. فقط همینو میتونم بهتون بگم، یعنی فقط این گیم پلی رو نگاه کنید. این اتچمنت اچس که بهتون دادم وان شات نکنه من اسمم عوض میکنم. فقط یه پرک رانبلر اینو فقط میخواد. آره فقط همین پرکو میخواد. اسنایپم 2 شات کمتر نمیندازه مگر که هدشات کنی 1 شات بشه. اینطوری براتون بگم. خب عشقای داداش، من زیاد دیگه حرفتون رو نمیبندم. گیم پلیتون رو نگاه کنید ببینید. سطح من بهتره یا سطح اون خارجی هایی که با اون آیپد بازی میکنن بهتره؟ یکی مثل بروکن و نارکو، اینا دیگه چی کسی هستن وقتی ما خودمون پررای ایرانی مثل مزیار بنگو داریم، امید سیکس رو داریم، امین اینفرنو رو داریم، احمد دژن رو داریم، میلیکا دیوتیو داریم. این چیزها رو داریم، چرا باید دنبال پررای خارجی بریم؟ من موندم خود ما ایرانی‌ها خودمون رو حمایت نمی‌کنیم. چرا؟ من عاشقتم، پروانه میشم دلم یه جایی میخواد که برم بر نگردم. چه روزایی که شب شد تو رو پیدا نکردم. منو زمن میگیرم ای سراغ تو، نیومد بعد تو کسی به جای تو. منو گذاشتی رفتی، تا چطور اومد دلت؟ قسم باشه تو خوبی میرم الشه مشکلت. چیه فکر کردی دوست داره اونم انداز من؟ برو هر موقع دلت گرفت به من یه سر بزن.